از بس که تاجیک بود و از اون فرمه حیوان پروری بود، اون گرفتن با اون فرمه پرتفتن. با این قدر جانبازی هاش نمیشد این ملت فرما گفت و با حیوان برابر کرد انسان ها را. دوستم انصاف کنید. ما باید روسیه مجبور کنیم که روسیه شهروندش آزاد کنه، در جایش برگردونده بیارد. اگر روسیه این کار نکنه دیگه ما یگان کسیش کنه. از شما از تظاهرات مردم جانبداری میکنید، یعنی طلب мардум возвращать, درست است؟ К вашему тезису о том, что Иззата Амона не могли назначить на какую-либо должность. Могут. Гул Шерали, خدای президент Эмомали Рахмон شهروندی روسیه دارد. وزیر مدافع تاجیکستان شرعلی خیراللهیف 10 ساله ها پاسپورت روسیه دارد. امیرشاه میرعلیف راهبر دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پاسپورت دیپلماتی سریه خاصی روسیه دارد. برای اونها لازم نیست، فقط برای اینها لازم است. نه برادر عزیز، سخن درباره دزدی یک شهروند می رود. ایزد امان یکی از تاجیکای کمترین است که نهاد ساخته توانست. یکی از تاجیکای کمترین است که درباره قوم های دیگر مثل صفت گفتن برآمده گپ زده میتونه. همچنین جوان مردم کمی در کم داریم. حتی اگر 100 اشتباه هم داشته باشد، دولت مردان اصیل میگفتن برادر شما در اینجا خطا میکنید یا این کار شما با ما معقول نیست، این کار کنید. ولی چیکار کردن؟ گروهی جنایی تشکیل کردن از حساب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، ولی عملیات کمیته دولتی امنیت ملی است و این جوانمرد از روسیه دزدیدند. در نتیجه عملیات مخصوص تحریزی شدن. این جنایت نام دارد آدم ربایی. سلام به تمام شنوندگان. من سید محیدین دوست محمدیان هستم. سید محیدین دوستف در حجت گذاری اینجا هستم تا از تظاهرات، از ایزد امان و از ضرورتی پشتیبانی از آزادی خواهان سخن کنم. تزیس هایی که در اینجا حالی صدا دادن، اکثرت این تزیس های پوچ بودن. هر کسی از صاحبان این تزیس ها اگر دعوا داشته باشد میتونیم یک به یک تزیس هاشو بررسی کنیم. خوب، درباره اول مهاجرت کاری تاجیکا اجباری است و تنها نتیجه حکومترانی به هنرانه پرزیدنت امامعلی رحمان و اهل خاندان او. هیچ کسی دیگر همچنین مسئولیت ندارد، نه روسیه، نه قزاقستان، نه هیچ کسی دیگر. تنها شخصی امامعلی رحمان است که بیش از 1 میلیون تاجیک به مهاجرت کاری مشغول است. مهاجرت کاری بزرگترین ساحه خواجگی خلق مملکت است. ولی ببینید، من در این باره چندین بار گفتم و با امروز با یک بار میگم، پس من درباره ایزد امان. خوب ببینید، ما سالهای گوناگون تا 2 میلیون مهاجر داشتیم، حاضر حدود 1 میلیون تا 2 میلیون مهاجر و این مردم در طول بیش از 25 سال و نانآوران اساسی خواجگی خلق مملکت و هر خاندان تاجیکستان هستند. ولی از این طایفه به حقوقتر در تاجیکستان هیچ کس نیست. در تاجیکستان حدودی 1100 رقاصه و اعضاهای انسامبل و کلکتیو های گوناگونی موسیقی و رقص و بازی و سیرک داریم. همین تعداد آدما از بودجه تاجیکستان تقریبا 110 نفر برای این اداره دولتی همین ها فعالیت میکنند. تا سال 2019 برای اداره مهاجرت کاری از جانب حکومت امامعلی رحمان 41 نفر معاش میگیرید. 41 نفر، 110 تا برای رقاصه ها. فایده و ضرر اقتصادی اینها قیاس نشونده هستند. مهاجرت کاری از اولویت های حکومت امامعلی رحمان نیست، نبود و حتی نمی شود. در مسئله ایزد امان یکی از تاجیکای کمترین است که نهاد ساخته توانست.
یکی از تاجیکای کمترین هست که درباره قوم‌های دیگر مثل صفت گفتن برآمده گپ زده میتونه. همچنین جوان مردم کمی در کم داریم. حتی اگر 100 اشتباه هم داشته باشد دولت مردان اصیل میگفتن برادر شما در اینجا خطا میکنید یا این کار شما با ما معقول نیست، این کار کنید. ولی چیکار کردن؟ گروهی جنایی تشکیل کردن از حساب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، ولی عملیات کمیته دولتی امنیت ملی است و این جوانمرد از روسیه دزدیدند. در نتیجه عملیات مخصوص تحریزی شدن. این جنایت نام دارد آدم ربایی و عزت امان باید پشتیبانی مردمی بگیرد. باید مهاجران از عزت امان پشتیبانی بکنند. چرا؟ چون سخن تنها درباره یک عزت امان نمی رود، سخن درباره عزت همه ما می رود و هر کسی که ما را به موضوعهای بیگانه مشغول میخواهد دارد، میخواد ما با حکومت روسیه جنگ اعلان کنیم؟ هرگز. میخواهم ما درباره فلسفه ظلم و مظلوم اینها بگوییم؟ هرگز. حالا هدف یک است، یک چی است؟ عزت امان باید آزاد شود. عزت امان تنها در نتیجه تلاش های متشکلانه و دستجه امانه مهاجران بیرون می شود. میسیجی که در نزد سفارت دادن به حکومت روسیه، وزارت کارهای خارجی روسیه در حال آموزش است، دستگاه رئیس جمهور روسیه در حال آموزش است و اگر این گونه تلاش ها بیشتر بشوند انشاءالله عزت امان به روسیه برگردانیده می شود. وظیفه اولین درجه حال هر یک مبارز، آزادیخواه، ژورنالیست، بلاگر، حزب سیاسی، حرکت ها از این عبارتند که برای عزت امان تلاش کنند و تنها تلاش های یک جایه ما ثمره خواهد داد. تشکر. برای عزت تلاش کردن در کار است، یکی پیش از همه ما باید که آدم هایی که به زبان روسی نوشتن و گفتن میتونن تاجیک ها باید فهمونیم که عزتمون прежде всего с 94-го года был гражданином, есть гражданином Российской Федерации. Почему любая другая национальность, другая национальность, кроме таджика, если имеет российский паспорт, его никто не выдворяет. Если у него таджикские корни, как Карамат Шарипов, который был офицером российской армии, гражданином Российской Федерации, выдали, и он умер трагически где-то в Таджикистане. И теперь очередь из-за, завтра чья очередь? Вы знаете, могут просто любого таджика из-за того, что он родился таджиком, у него таджикская фамилия, лишат гражданства свое долбанное. С какого бодуна таджики должны рваться чтобы получать, или кто-то другой получать гражданство Российской Федерации? То есть получение гражданства Российской Федерации для любого таджика это равноценно с нулем. Ничего не значит, потому что в любой момент могут порвать твой паспорт твоего ребенка, могут просто выбросить твоего ребенка на обочину. То есть отношение Российской Федерации к людям, рожденным таджиками, это плевок Российской Федерации к таджикам. Почему Российская Федерация к другим нациям так не поступает, а именно к таджикам поступает так? Почему? Это не так. Это не так. Это Россия так и есть. Коррумпированная страна. Мне один Здесь пример. деньги можно сделать очень многого. Сафаджон. Нет, покажите мне один пример, чтобы одного армянина, одного из лидеров одного курдского грузина, движения украли в России, передали, делают. Это практика в постсоветских странах. Здесь об этом речи не должен быть. Требования к России справедливы, но украли не россияне, они способствовали. Украли наши милицейские чиновники, конкретные люди, которые работают за наши налоги, которые должны обеспечивать нас. Мне не интересно, кто украл. Мне интересно одно. Почему отношение к рожденному таджику Таджикистана в Российской Федерации Имамуддин Саторов,
который является гражданином Российской Федеративной Республики Германии. К вашему тезису о том, что Иззата Амона не могли назначить на какую-либо должность. Могут. Гул Шерали, خدای президент امامعلی رحمان شهروندی روسیه دارد. وزیر مدافع تاجیکستان شیرعلی خیراللهیف 10 ساله ها پاسپورت روسیه دارد. امیرشاه میرعلیف راهبر دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پاسپورت دیپلماتی سری خاصی روسیه دارد. برای اونها لازم نیست، فقط برای اینها لازم است. نه برادر عزیز، سخن درباره دزدی یک شهروند می رود. مناسبت با تاجیک چرا در روسیه خلل دار است؟ زیرا پیشوای تاجیکای جهان در غمی تاجیکا را نمیخورد، نهاد نکرد. برای اون رقاصه ها اصلا ضرورترند. خوب شده است، خوب شده است دوستای عزیز من، خوب شده است. و برای شهروندی کدام دولت حاضر ما باید تلاش کنیم؟ برای آزادی شهروندی کدام دولت تلاش کردن ما در کار است؟ همین قانونی لعنتی یک چیز دارد که او چارچوباش بیرون شده نمیشه، در اونجا نویستگی است. خب شهروندی گوجو یکم چیزی که می نویسی نام فامیله و شهروندی میگه، درست؟ گراجدانستو میگه. خب انا ما حاضر اینمی من میخواهم صدا بلند کنم. خب چسبید فکرم اینترنت قطعید. برادر محمد صابر سی گفتنی باشه بفرمایید. با گفتای برای شهروندی کدام دولت صدا بلند کنیم؟ الو، ما با شهروندی عزت امان کار نداریم. ما از او همچون یک انسان، ما از حقوقهای بشر، از حقوقهای انسانی او حمایت میکنیم. اگر حتی فرد و عزت امان نظرهاش کلا تغییر کرد و اعضای حزب کمونیست شود، ما از او حمایت خواهیم کرد. صفت گرامی، خودت خوب میدونی ما در زمان بچگی از سنگک سفرف میترسیدیم از نامش، چون رزمنده هاش میکشتن زاده های محلی ما. ولی زمانی که اپای دولت ما با نرگس و گلجهان آمدن درون اداره نگاه، ما در خدمت ایشان بودیم برای حفظ حقوقهای فرزند سنگک سفر، همچنین برای حفظ حقوقهای سهراب لنگریف، قماندان فرانت خلقی، از یکی از عائله های قماندان ها. ببینید یگان مشکل نداره. گلجهان شهروندی کی است؟ همین گلجهان یک آدمی بود که من کافر اعلام کرده بود، هیچ گپی نداره اینجا. از مسلمان و 10 هویت از عزت امان باید حمایت کرد، بدون شرط و شرط گذاری و سخنبازی. شرط و شرط گذاری نیست در اینجا برادرای عزیز من. شما همتون مردمای بعقل تاجیک شما در اینجا جمع شدید. خب در اینجا آدم بیعقل نیست، بعقل شما همین یوریدی چیز که میگوید وای یک کارگزاری یوریدیکی، خب کارگزاری حقوقی. وقتی که حاضر من دعوا کنم در یک جو نویسم مکتوب گویم که این همین آدم شهروندی کجای باید من قید کنم که ما باید شهروندی کجای دستگیری کنیم. خب بس من شما را سوال برای من میخواهم که هر یک توجیکی که گفزدر میتوند آرسی دعوت کند که شهروند شد. آزادی عزت امون یک راه دارد. وقتی که روسیه اون طلب کند، یگانه راهی که هست ما باید روسیه مجبور کنیم که روسیه شهروندش آزاد کند، در جایش برگردونده بیارد. اگر روسیه این کار نکند دیگه یگان کسیش کنید. از شما از تظاهرات مردم جانبداری میکنید، یعنی طلب مردم وضع رشای درست است؟ هر روز ما یک 3-4 تظاهرات میبینم. تظاهرات برای ما یک چیز عجیب نیست. خب ممکنه من گپ زنم، محکم کرده گپ زنم نمیتونم. سوال مشخص دارم از شما از مهاجرین تاجیک که در روسیه با طلب عزت امان را برگردانید تظاهرات کردن شرفمندانه جانبداری میکنید یا نه؟ من چی کار دارم؟
برادر تظاهرات کاری شخصی هر آدم هست. من کار ندارم با تظاهرات مقصد. نه سیدالدین برادر عزیز من در کار نیست، خیلی در کار نیست. ما اون بچهای میترسیدگی نیستم. اینه شما سیدالدین من میگویه که من از کی جانبداری کردم نکردم یا میکنم نمیکنم. وقتی که من در برابر رحمانوف ایستاده در دوشنبه گرسنه نشینی کرده بودم، شما ترسیده بودید جانبداری کنید کو؟ شما ترسیده بودید؟ امروز حزب نهضت ترسیده بود جانبداری نکرده بود، رحمت الله ظاهروف ترسیده بود، همه ترسیده بودی کو؟ آخه برای چی میخواهی که من خیزم امروز شما جانبداری کنم؟ ما هم غیرت دارم که در پیش رحمانوف هم چینم گپ زنم، در پیش پوتین هم گپ زنم، در کجای بوشم گپ میزنم. ما آدمی نیستم که ترسم و برایم 4 کس جمع شده است ما اونو جانبداری کنم نکنم. من چی کار دارم که چی کار میکنم؟ من گپم خودم میزنم. ولی سخن در دوستم من گپم در هر کجا خودم میزنم زورم میرسه زدن. در هر کجا گپم میزنم. ما ایستاده گپم زده بودم. خب اول جواب که وقتی که شما من بپرسید آیا من جانبداری میکنم تظاهرات شما جانبداری کرده بودید منو؟ کبیری جانبداری کرده بود منو؟ گروه 24 جانبداری کرده بود منو؟ نکرده بود یک اونتید میترسیدید. اون وقت من میتونستم کردم. من این روزا من میتونم کردم. هیچگاه در کار این گپو زدم. این افسانه را نگوید دویم باره چون این بحثی شما نیست. حالا سخن درباره عزت امان یک زده چه اوزی زده چه یک عزت امان باید آزادیش فکر کنیم. هم مردک آزاد شد، یک زندانی باید آزاد شد خلاص. بله برای همین کشکش میونی همدیگه پرتویم، کشکش میونی همدیگه پرتویم فکر کنیم که هم یک زندانی باید آزاد بشد. هم مردک شهروندی روسیه است، ما روس‌ها دعوت کنیم که روس‌ها شهروندشون کشن گیرن همون زندان بیرون کنن، آزاد شد یک زندانی. یک زندانی آزاد شد، یک تاجیک زندانی آزاد شد، یک انسانی زندانی آزاد شد. خوشبختی ما همین است. این فکر ما همین است. من دیگه فکر ندارم. ما نداد اکه صفات من فهمیدم که خاطر که سخت خفاف در مردم دستگیری نکردین. اگر ما در همون وقت خطاب برده گرفتن نشینی کردیم 24 میشید باور که مطمئنم که خدا پشتیبانی میکرد در این سوالات. بعداً بود عمر علی بود، دوست ما بود، خدا رحمت کنه، دوست خوبی من بود. اون وقتا امر حکومت بودن اونو. اون وقتا اینا همیشه امر حکومت بودن. تا جایی که من میدانم زیاده از 10 سال شد خودت پناهندگی سیاسی در دیگر کشور داری. بعد دویم چیزی که سوال که شما کرده که برای چی شهروندای جمهوری تاجیکستان تلاشی شهروندی روسیه را میکنن. خب حکومت امروزه برای مردم تاجیکستان یک شرایط مهیا کرده که مجبورن که بروند در روسیه توالت شویی کنن، او را چورکه بگن، جمشید روشنشون بگن و اونا کار کنن برای خاطر یک نوله نانشو. چون که رحمانوف شرایط در تاجیکستان مهیا نکرد. بعداً رحمانوف جرأت نکرد که یک سازشنامه ببنده که بود و باشتی شهروندان تاجیکستان در روسیه آسانتر بگرده. دویم سببش، سبب اصلیش اینه که فکر کنه که یک انسان، یک شهروند به روسیه می روه برای به دست آوردن یک پتین 75-80 هزار میتیه که همون پتین بگیره و هر ماه 3 ماه بعد از 3 تا 6 هزار پول میتیه که پرپیسکه کنه. هر ماه 5000 تا در هر رگیون هر خیلی است 5000 میسپاره که تا که در روسیه باشه. همه ای را حساب کنه قریب 200,000 زیاد میتیه هر سال. به خاطر که یک نالنان بیاوه و روان بکنه. چخیلی که برادرمون اکای دوست افتن 101 نفر که رقاصه های رحمانوف برای خوشحال کردن جناب رحمانوف رقاصی میکنن و رحمانوف میگه که بله بگذار که هم خیلی رقص باشد، سرود باشد، هم خیلی چیای مجلس های فرهنگی باشه کتگری بکنن برای همین خاطر مردم و این هم سرچشمش رحمانوف یارا مجبور میکنه. بعد شما تماشا میکنم دیگر نمیخوام استریم شما خلالدار کنم، نمیخوام که من
فهمیدیستم که گپای من به بسیار آدم مخول نشدی سوز به بسیاریاتون دیگه نمیخوام سریمشون مخالدار کنم. یک گپ بگم توجیکای عزیزی من شما میتونید منو بعد بینید، شما میتونید من هر چی خیلی خواهید داشتم کنید این کار شما است. یکی میگم میتونه شما یک فرمه مردی کار آفری روسیه هستید. روسیه شما سالی 1868 دولتتون گرفت و به فرمه مردی کار پروری تبدیل داد. تاجیکستان شما خواهید نخواهید یک فرمه حیوان تولید کننده حیوانی کوری روسیه است. شما گناهگار هستید. من شما روسیه با من شما من میخوایی نگاه میکند برای همین حتی که عزت امون که شهروندیش گرفت نامزد علم شد دیپ اکادمیش تمام کرد مردک گرفت با زینه یعنی که بالای که 80% خودی شهروندی روسیه رسیدن نمیتوند عزت امون رسید از بس که تاجیک بود و از اون فرمه حیوان پروری بود اون گرفتن با اون فرمه پرتفتن. میفهمید هر تا روزی که تاجیک روسیه آزادی به دست نبیارد همچون یک عضوی فرمه حیوان پروری روسیه باقی میماند. پناهتون به خدا یارتون خواستید همدیگر زنید صفتی گرامی ایستید و گوش کنید. یک ملت با این قدر جانبازی هاش نمیشد این ملت فرما گفت و با حیوان برابر کرد انسان ها را. دوستم انصاف کنید. من نگفتم شما ساختم منم یکی هم حیوان هستم. من شما هم یکی هم شما درباره خودتون حق دارید. من درباره خودم میگم درباره شما همچنین گفتم قبول نیست. یک دقیقه ملت باید یک فکر کنه. ملت سببی انا همین خیل حیوان شدن یا اینکه همین خیل کارگر شدن ما کی هستن؟ همین شما نسل پیشینه بودن که گذاشتن امام علی را خاموش ایستادن و خب کنن خوب بشود تا امروز اومدن میگن که امام علی ما نگذاشتیم. کوچکوف اومد بریگادی کلانترین آرمی رسید تاجیکستان ایستاده. شما میتونید شما میتونید که آرمی که تاجیکستان دارد روسیه تاجیکستان باید پوف نیست میکنه ازبکستان و کرغیزستان باید پوف نیست میکنه. شما میتونید همین امکانات آرمی روسیه برای چه وجود داشته است بالای سر شما؟ ما میتونیم وقتی که خودمون رو وقتی کانتر فکر کنید وقتی که گپ میزنید یک کانتر فکر کنید برادر. شما فکر کنید که وقتی مردم مقصد به حیوان و به یک چیزهای فرمای مقصد آماده کرده روسیه گفته طعنه زده است، در صورتی که شما همو اساس گذاری همین کارها بودین، یعنی نسلی بالا بود. امام علی رحمون نه من نه شما یگان من شما انتخاب نکردیم. سانگک سفر من شما نکردیم و کواچکوف اومد روسیه اومد گرفت گفت که این همی آدمی من همینجا میسته. شما بچه رو خاموش بدین اون زمان. آخه ما گپ زنیم چی فایده داره؟ گپ میزدیم فایده نداره. اگر شما گپ میزدین اون نسلی مردم فرهنگی مردم اون زمان بالا میبردین، اون نسل اگر قربانی هم میشید نه که نسلی من بعد ما و شما آزاد میشیدیم. یک نسل آزاد نسلی که میفهمید الله اکبر رفت. هر کسی میفهمید همه کشتن. نه الان گشتیم با هم دیگر کشی کردن. اندیشه چی بگیم ملی باشه، اندیشه مغزی هر یک توجیک باشد که ممکن نیست یک توجیک همیشه گیری و رنگی بره بگیری سودا کنی. ممکن نیست. با او توجیکی که او نامزدی علم باشه، او دکتری علم باشد، خب او یا آدمی که مردی توجیک کشیده باشد. من خودم با خبرم، من میدونم که عزت مرده های ما میبرد، مرده کشی توجیک بود. عزت مرده کش هم نمیکردن. اگر یادتون باشد میگفتن این مرده کش میگفتنش. او برای این ملت یک بچه رقمی 2 نبود. یعنی از بچه‌های همین سرشناسی توجیک بود، هرچند اون شهروندی روسیه بود و روسیه و همه مغزای روس وظیفه دار هستند که شهروندشون که با این درجه های شهروندی همچون نامزدی علم و همچون ختم کرده دی اکادمی و از سال 94 شهروندی روسیه هست، برای شهروندی خودشون اونها هم تلاش کنن و ما باید اونها هم همراه کنیم در مبارزه آزاد شدن یک فردی تاجیک تولد شده عزت امان. تشکر صفتی گرامی.
من با اجازت راوی در یک موضوع میخوام صحبت کردن. فکر میکنم که به حیث یک تحلیلگری تاجیک اکنون آینده یعنی قدم های بعدی در قضیه برادر عزت امان چی خواهد بود؟ حوادث در دایره 3 سناریو پیش خواهد رفت. من میخوام در همین باره اگر مردم اجازه دهند در همین باره صحبت کنم. خب سناریو یکمی که حال می شود این سناریوی نام دارد نگاتیو. در دایره اون عزت امان ربوده شد. اکنون با اهل و عائله و یاران او کار خواهند کرد که مردم درباره او فراموش کنند. استراتژی گروه دزدانی که به این کار دست زدند و تمام تبلیغگران حکومتی فیک های فابریکه جواب در 2-3 هفته نزدیک از همین عبارت خواهد بود که اونها میخواهند که مردم عزت امان فراموش کنند برای ترس پهن کردن دروغ و این کارها. و این نباید راه داد، چون اگر با این راه دادن پس آن با عزت چیکار؟ برادر قطع شدن یا که اینترنت خوب ببینید در دایره این سناریو با عزت اما چی میکنن؟ احتمالیتی بلند، من میگم با احتمالیتی بلند ما در 247 میزنن، 7-8 نفر میابند متهم میکنن با پول از ما گرفت، بیلیت خرید، پراپیسکا کرد با یک افسانه های دیگره یا قانون ویران کنی هایی که در دایره حقوق گذاری شهروندی در روسیه یا تاجیکستان باید حل شود. برای اونها ربودنی دزدیدن یک شهروند هیچ ضرورتی نیست. و بعد از اون که اگر در دایره این اگر مردم از عزت امان حمایت نکردن با اون میزنن ماده 247 و همچنین میزنن جنایت با نام تبعیض اجتماعی و تبعیض دینی مذهبی، مثل که بعد دلیر شریفوف زدن و او را فریب دادن در قضیهش. در این حالت عزت امان زندانی میکنه، ولی این حالت طرح گروه تفتیشاتی این کار میکنه. همین که کار به دست پروکورور گنرالی یوسف رحمان رسید، ماده 301 تیار دارد برای هر کسی که سر بلند میکنه. پروکورور گنرالی تاجیکستان با علاوگی میکنه. در قضیه زید سعید ما اینو دیدیم، در قضیه برادر بزرگمهر یاروف دیدیم. بنابراین به این نباید راه داد. در دایره سناریوی دیگری که سناریوی پوزیتیو نام دارد، در زیر فشار گسترده مردم در سراسر دنیا عزت امان برمیگردونن، ملایم جواب میدهند، عزت امان میباید به مسکو و بعد اون برادر خودش میدونه چیکار کند یا نکنه، این کار خودش هست. اگر یادتون باشه ما در قضیه های دیگر دزدشیده ها هم خیلی فعال بودیم، بعضی از اونها با برآمدن دشمنی هم با ما می‌ورزن، ولی این مهم نیست. مهم که عزت امان امکانیت آزادشوی او به نهایت زیاد است. و در دایره سناریوی دیگری که نام دارد بالانس، یعنی سناریوی موازنتی، در دایره او عزت امان یگان راضی میکنن که از کشور بیرون نرود و سناریوی کرامت شریپوف میگیرن. و حالا دیگر معلوم نیست که کرامت شریپوف از چی درگذشت در تاجیکستان، یعنی مرگی مرموز بود. بنابراین نباید به این کار راه داد و برای آزادی عزت امان تلاش کرد. صفت گرامی هم میتواند تلاش کند در نزد سفارت تاجیکستان در اوکراین. یکی از برادران نزدیکش ژورنالیست سابق دولت نظری سفیر است. او اگر سفیر مردمی تاجیکستان است، نه سفیر حکومت خانوادگی مثل متهم امام الدین ستارov، باید از مردم در اونجا دستگیری کند و امکان دهد که صدای مردم به سراج الدین اسلف وزیر کارهای خارجی و به دیگر نفرهایی که وزیرای ما هم هستند از ما مردمی تاجیکستان نمایندگی میکنند سر بلند کنن و با امام علی رحمان فرمانند که این سپیت بریگاد آدم دزدها باید برهم داده شود، این اوانگارد باید برهم داده شود، فابریکه جوابی کمیته دولتی امنیت ملی باید برهم داده شود.
در هر صورت دیگر مردم این را قبول نخواهند کرد. زمان حاجی عمرعلی قوت شهید را کشتند و امید داشتند که با همین مقاومت و آزادی خواهی تاجیک سرکوب می شوند، ولی به عنایت پروردگار و تلاش های چندین جوانمردای دیگر اون حرکت زیادتر شد، تعداد طرفداراشون زیادتر. حالا قضیه عزت امان هم حالا برعکس خواسته های اونها شد، مردم دویم باره متحد کرد و من از این خیلی خوشنود هستم که امروز صدها، هزارها، دهها هزار نفرها رو میبینم که از عزت امان میشناسند حمایت میکنند. درود به تک تک نفرانی که برای عزت امان صدا بلند میکنند. آزادی به عزت امان. تاجیکستان باید آزاد شود. تاجیکستان بدون حکومت خانوادگی امام علی رحمان. زنده باد تاجیکستان.